سه تا از بهترین تنظیمات گوشی سامسونگمون که حتما باید انجام بدیم. مطمئنم ازش رو غافل بودی ولی خیلی خیلی مهمه. تنظیم اول مربوط به صفحه نمایش گوشی هست. تنظیمات رو باز کنید و بیایید به بخش صفحه نمایش گوشی سامسونگتون، بیایید پایین و از اینجا وضوح صفحه نمایش رو باز کنید. اگر باتری گوشی براتون مهمه که کمتر مصرف بشه، اینو روی همین فول HD پلاس بذارید. اما اگر وضوح صفحه نمایش و روشنایی براتون مهمه، اینو روی QHD پلاس بذارید و اعمال رو بزنید. تنظیم دوم، تنظیمات رو بیایید پایین و بیایید به بخش مراقبت هست دستگاه. اینجا یه کوچولو که بیایید پایین، بخش نمایه کارایی رو باز کنید و این رو بذارید روی استاندارد. و اما سومین تنظیم بخش باتری هست. اینجا باتری رو باز کنید، وارد بخش محافظت از باتری بشید، تیکش رو روشن کنید و اینجا سطح پایه رو بذارید روی سطح حد اکثر و خودتون روی یکی از این اعداد این سطح رو تنظیم کنید که هیچ وقت باتریتون 100% نشه. باتری 100% اینجا خودش نوشته مساوی است با طول عمر کمتر باتری گوشی سامسونگتون.